دوستان عزیز سلام علیکم. امروز ما قرار داریم در جمهوری اسلامی ایران در ولایت مازندران در پژوهشگاه باغ پیکن آقای حمیدی. آقای حمیدی سلام علیکم. درود بر شما. خوش آمدید به گروه انگور و باغ. قربونتون برم. امروز ما مهمان شما شدیم و می‌خواهیم که درباره پیکن، چهارمغز پیکن از شما معلومات‌هایی بگیریم و در تاجیکستان چهارمغز پیکن پروری رو برآوریم، چون که پیکن میوه بسیار خوشخورم است و قیمتش بلند هم است. بگویید که همین درختایی که شما هست چند ساله هستن همین کلانا؟ اولا خیر مقدم خدمت شما. این درختی که الان پشت سر ما هست 11 ساله هست. اینها رو ما سال 94 25 فروردین 94 اینا رو کاشتیم. 11 ساله است. 11 است. سر 11 سال چند کیلو از یک تاش بار میگیری؟ بسته به اینکه شرایط درخت به چه شکلی باشه، تغذیه شما رعایت کنید، فاصله داشته باشه، وضع محیطی، نور لازم و کافی رو بگیره، تقریبا حدوداً 35 کیلو بار میگیریم میانگین امسال برای هر درخت. 35 کیلو. حدود شنودنشون چند به چند است؟ باید 10 در 10 باشه حداقل. یعنی در یک هکتار 100 دانه میره. حداقل حد اکثر 100 دانه. بیشتر از 100 دانه نباید بره. آقای حمیدی این پیوندی است. همه‌شون درختان پیوندی هستن که از مرکز تحقیقات دسپول اینا رو آوردیم و شناسنامه‌دار هستن و اصالت دارن همه درخت‌ها. کل ارقام پیکان ایران اینجا هست، یعنی 16 رقمی که در واقع امریکایی‌ها سال 46 آوردن توی ایران، همه اینها الان اینجا جمع هست به اضافه بهترین ژنوتیپ‌های داخل ایران. این رقم رو چی نامش است؟ اینا رقم گراکینگ هست. گراکینگ؟ گراکینگ. این پولینایزر ما هست، گرد افشان ما هم هست. گراکینگ. گراکینگ. بله بله. کینگش این شاه. آره. گراکینگ. با دیگر رقمش هم هست. من در شما دیدم دو مورد انقدر بزرگش رو دیدم. وای چیز اون رقمی که شما دم در دیده بودین اون رقم 10J هست. بعد رقم بعدی که دیدید اون رقم چوکتا هست. رقم بیچیتای 6، بیچیتای 7، گراتکس همه ارقام اینجا هست. اگر که ما 10 تا از وای کلانش که شینونیم، یک تا از ایناش هم شینوندن در کار برای گردآلود کنیم. از این حتما از این گردآلود کننده خوب است. این گردو بسیار فوق العاده ای هست. نه گردآلود کننده نفهمیدم. گرد افشان بله. این جزء در واقع گرد افشان هست، ولی ما 4 تا گرد افشانی داریم. این صرفا این گرد افشانی بازه گرد افشانیش بیشتر هست. البته در جاهای مختلف واکنش گرد افشانیش ممکنه متفاوت باشه، ولی شما اگر پیکان رو ترکیبی بکاری از لحاظ گرد افشانی خیالت راحت میشه. یعنی تگ رقم نباید بکاری، با چند رقم بکاری. این خیلی بهتره. فهمم. همداران عزیز حاضر آیدی من همین پیکن گپ زدیم، من حاضر پورو دادنشون بپرسیم. کود چی زری ریشه کدام نمود کود دادن در کار؟ کود پورو است. کلا تو امریکا میگن معروفه کسانی که پیکان میخوانن دستشون با داخل جیبشون باشه، باید هزینه کنن برای درخت. کلا ما 2 مرتبه کود ریشه‌ای میدیم به درختامون. یکی اول به اصطلاح عید هست، تو فروردین ماه هست که ترکیب نوروز بله ایام نوروز کل کودا رو با هم دیگه ترکیب میکنیم. کودهایی که مربوط به درخت رو هم مخلوط میکنیم و پای درخت میدیم. مثلا تقریبا هر درختی 5-6 کیلو تا الان بهشون دادیم. بعد میمونه فقط مثلا نیتروژن یا فسفر یا با توجه به آزمایش برگ کمبودایی که داره توی تیر ماه بهش میدیم. اما از زمانی که درخت برگش میخواد باز بشه، جوونا میخوان باد کنن، ما از همون زمان محلول پاشیامون رو شروع میکنیم. تقریبا هر 20 روزی یک مرتبه محلول پاشی میکنیم. بالای برگ. بله روی بدنه درخت. چی محلول میپاشید؟ محلول فروست رو میپاشیم و ریز مغذیا رو. آزوت که میتید آزوت رو یک مرحله عرض کردم. ما یک مرحله ایام عید بدیم. بهتره که در 2-3 مرحله کم کم در چندین مرحله بدید تا قبل از پایان خرداد. کود حیوانی هر سال میدید؟ کود حیوانی خیلی عالی هست. من هر سال ندادم، نه من یک مرتبه بیشتر ندادم، ولی کود حیوانی اگه بتونی بدی خیلی عالی هست. آب رو بسیار سبک میکنه. آب رو بسیار دادن در کار ها. درخت آبدوستی هست، توی فصل گرما آبیاری خیلی براش مهمه. نتیجه عملکردش عالیه، در پر کردن مغزش خیلی مهمه آبیاری. بله. همداران عزیز من همین چهارمغز رو ما آقای حمیدی داشته استیدن. آقای حمیدی داشته آوردن. من لازم میشکنم. شکست. این خشک شود بعد
پوستش آسان میشه نه شکستن. بله. این باید حتما تازه خوری نداره، چون این لایه‌های چوبی که میانش هست اونا خیلی گسه، وقتی خشک میشه بسیار خوشمزه میشه. این یک گردو یک آجیل فوق‌العاده‌ای هست. همدوران عزیز، آقای حمیدی گفتن که وقتی که این تر است، من از تنای همین من کنده خورم تلخ است، لیکن وقتی که خشک میشه بنهایت شیرین میشه است. درست در دوام یک ماه خشک میشه. الان خیلی دویم هم خیلی آزاد میبروید جان. این خشک شده است الان. نه وقتی که شکسته میده نمیشود، همین خیلی میبروید. نه این وسطش یک لایه‌های چوبی داره از وسط مثل گردو. دو لپه است دیگه. اینو باید بندازی. اینا خیس وقتی باشن گس میکنن دهن شما رو. تلخ میکنن. بفرمایید اینو بخوریم بازم تلخی یا نه؟ اینو ناشکسته درونش گرفته نمیشود، در داخلش نه. همین خلم فروشه مگر من هم دوران عزیز محکم پوست بسیار نازک داره. من بسم الله الرحمن الرحیم من مغزش ببینید. دیدید این پیکان خدا خواهد ما میبریم، لیکن قیمتش بلند است. قیمتش نرخش بلند گذاشتن، حالی نمیدونم چلگا میزنیم کدوم میخوای خواهش میکند با هم نرخ میبریم، لیکن کدوم پیکان کند این یک درآمد نهایت کلانده، پول کلان. بسم الله الرحمن الرحیم. این شیرین هست، هم چهارمغز، لیکن این شیرین. ما گردو رو تاجیکستانی ها چهارمغز میگیم. چهار تا مغز داره. درست. به خاطر این میگیم چهارمغز. این اسید اولئیکش در حد زیتونه. فلانویداش 2 برابر بادام هندیه، 7 برابر گردوه. یه آجیل فوق العاده ای هست. روغنش؟ بله. 70% روغن روغن داره. بر حقیقت روغن آخیش بلند من دست شکستم. پوست زیاد فشار بدی له میشه. پوست نمیشه چختونو کن. شورمغزی که امروز داریم کمتر اگر سخت‌تر زیر کنی ماجرا میشه. نه پوست ببینید چختونو کن. پوست پیاز بریتونو کن. منو خیلی تک دست نمیشه، باید دوتایی با آروم. من هم جوران عزیز دو چی گپ دارم درباره پیکان. خلاصه که ما وقتی مصلحت میکنیم کنیم چیکار کنیم بعد این نوار رو به شما میپرتویم. این نبینید چقدر خوشو میبیاید، نبینید آزاد میبیاید. من که نمیتونم شکسته یکم بار شکست بودم، من جزیره کردم. یه ذره تجربه کنید دیگه. آروم باید زیر محکم فشار بدی له میشه کاملا. زید من میکنم. من هم دوران عزیز در پناه خدا باشید. ایشم جزیره کردم. های یاد میگیری. خانتو میشینونید. خدا نگهبان هر یک شما باشد. مراجعه کنید.